ایرانی، دغدغه هر شهروند ایرانی هر سال تو این 14 سالی که حداقل من اینجا بودم با تلویزیون من و تو، شما قشنگ میتونی ببینی که هر سال داره بدتر میشه و به هیچ امیدی هم این رژیم نتونسته نشون بده که میتونه کاری بکنه که اینو عوض بکنه. این رژیم نشون داده که توانایی بهتر کردن زندگی هیچ کسی رو نداره در ایران. هیچ امیدی به آینده نمیتونه بده به هیچ شهروند ایرانی. نشون داده که ناتوانه و این تا کی میخواد ادامه پیدا کنه. یه جوون امروز از کشورش، از میهنش، از جمهوری اسلامی بهتره بگیم، میتونه چه انتظاری داشته باشه؟ نه امنیت داره، نه آینده داره، نه رفاه داره، نه احترام داره در خارج، نه میتونه سفر به خارج بکنه، هیچی نداره، هیچ امید نداره برای آینده. زندگی پدرش رو دیده، خانواده‌اش رو دیده، برای همون میخواد از ایران بره. ایران براش هیچ کاری نکرده. آیا کسی منتظره که از خارج کسی بیاد کمک کنه که چیزی تحول پیدا کنه؟ پس باید خود مردم تصمیم بگیرن، خود جامعه آمادگی داشته باشه برای یه تحول. پس من فکر میکنم که ما باید کاری بکنیم که دوباره اون عشق رو به میهن برگردونیم، هویت خودمون رو پیدا بکنیم، ایرانی بودنمون رو بهش افتخار کنیم، باور داشته باشیم به ایران آینده، باور داشته باشیم که این کشور مال ماست و این نباید اینطوری باشه.